اما شیمی و داروسازی. رازی تحصیل شیمی را بیش از پزشکی آغاز کرد و آثاری چشمگیر درباره آن را از خود بر جای گذاشت. بیشتر تاثیر رازی در شیمی طبقه بندی او از مواد است. وی با آنکه کیمیاگری را باور دارد، پایه‌گذار شیمی نوین است. بعضی کیمیاگران معاصر در ایران نوعی از تبدیل ناقص فلزات به طلا را تبدل رازی می‌نامند. در کتاب سرالاسرار او می‌خوانیم که مواد را به دو دسته فلز و شبه فلز به گفته او جسد و روح تقسیم می‌کند و اگر در این زمینه اشتباهاتی می‌کند چندان گریزی از آن ندارد. برای نمونه جیوه را شبه فلز می‌خواند، در صورتی که فلز بودن جیوه اکنون آشکار است. در برخی منابع فارسی به اشتباه رازی را کاشف الکل می‌شمارند، اما در واقع او تنها در آثار خود به فرآیندهای تقطیر مواد مختلف اشاره کرده است. او احتمالاً الکل یا اتانول را از طریق تقطیر شراب جدا کرده و از آن به عنوان حلال یا ماده‌ای با کاربرد پزشکی استفاده کرده است. با این حال دانش تقطیر پیش از رازی از جمله توسط جابر بن حیان در قرن 8 میلادی شناخته شده بود و تولید مواد الکلی در تمدن‌های دیگر نیز سابقه داشته و برخلاف تصورات رایج رازی الکل را کشف نکرد، بلکه به توسعه روش‌های تقطیر و کاربردهای پزشکی آن کمک نمود. کشف‌های بسیار به رازی نسبت داده می‌شود، از جمله از تاثیر محیط قلیایی بر کان پیلیت اسید سولفوریک فراهم کرد و با داشتن اسید سولفوریک به دست آوردن دیگر اسیدها آسان بود. از تاثیر آباهک بر نشادر کلورید آمونیوم اسید کلوریدریک به دست آورد. با اثر دادن سرکه با